قمر بنی هاشم عزیزان، ویدیوی امروز رو با این چیز تاریخی شروع میکنم. 42 تا میجر دارم، از رو 38 دنبالش کردم. کار خیلی خطرناکی، عددهای دیگه هم تقریبا با این بود ولی گرفتم. با 550 این تیکت شروع شد، الان 350. $200 براش خرج شده. این 400 برابر بت 1.6 هم خواهد داد، یعنی $640 خواهد داد و حدود $400 سود خواهم کرد. امیدوارم بهتره از اونم در بیاد از توش. ببینیم چی میشه. یا زهرا 4 وایلده بالاخره میتونه به ما بده یا نه. من با پلنگا 4 وایلده نگرفتم هنوز. 3.5 گرفتم که تو پلنگا 3.5 هم خیلی زیاده، ولی 4 وایلده فکر کنم نگرفتم تا حالا. بونوس اضافه هم گرفتیم، فعلا که افتز بوده، ولی خودتون میدونین دیگه این عزیزان یک دونه فقط لازم دارن. یه دونه وایلد اضافه هم میتره کنه. ببین هیوج وین $70 توی پلنگا اینجوریه. یه وایلد اضافه هم بگیری علاوه بر اون 3 تا تموم کار، چه برسه به یه ستون کامل. فعلا که همه رو داره هدر میده. نصف مگاه تقریبا این. خب خیلی جالب نیست. $51 مینیمم نهره 32 الان روی این بت. ببین یه دونه اضافه هم ببینید، چون اینجا چلغوز بود کم شد. هرچی به جز چلغوز بود عالی میشد. اینم هیچی. ستاره وسط هم اگه بده عالی میشه. این ور بشه که معرکه است. حتما باید یکی آخر باشه. نگاه کن چه بی‌ناموسیه. تا اینجا شده $250 فقط. $83. این لاین شد با ببرا. عالی عالی. نصف راهو تقریبا، بیشتر نصف راهو رفتیم. 350 خوب بوده تا اینجا. اوه یا اول فصل مسیره. اینو میخوام، من اینو میخوام. مسیر میخوام 3 تایی با تازه با پلنگ سیاه. ایول پلنگا، اینو میخواستم. تا اینجا شده تقریبا $500. تارگت رو که حتما میزنیم، 640 حتما میزنیم که 400 برابره. اون مسیوه نجات داد. 120 خورده ای بود، $130 بود فکر کنم. یادم رفت مبلغش رو بهتون بگم، انقدر هیجان زده شدم. 500 چرا ددسمی شد همش. $80 هم یه هیوج وین دیگه. پلنگو فقط هیوج کار میکنن، دستشون درد نکنه. تا اینجا شد $600. خیلی اون ور تارگت انگار قرار نیست بریم. نه 2 تا دیگه داریم. اضافه خوبه، اسپین اضافه خوبه، ببرمون خیلی اون ور تارگت. اون ور تارگت خیلی برو. یه 3 تایی 4 وایلده نمیشه. نه 2 تا دیگه داریم. پلنگا همون تارگت شد. دقیقا همون تارگت شد. اصلا لامصب خطکش. دستشون درد نکنه. این تیکت با 550 شروع شده، 200 تا خرج شد، $450 سود خالص. همه اینا جارو شده. بسیار زیبا. بندر خدا را شکر، خدا را شکر. دستش در نکنه. 1012 ببخشید. قمر بنی هاشم عزیزا، در یک تعقیب بسیار موفق توی رگال ریچت از 113 اینو زرده رو دنبال کردم. 113 بود، ولش کرده بودن احتمالاً به خاطر اینکه ماینر و میجر جفتشون اینا رو کف بودن 30 و 40، ولی رو 113 بازی بود. من دنبال کردم، با 600 شروع کردم. الان 50 تا دهانم فقط اینو گرفتم، با اینکه خیلی طول کشید، ولی چون وسط را لاینیتای خیلی خوبی گرفتم الان 50 تا فقط خرجی شده. بسیار عالی. الان این تقریبا سود خالص خواهد شد. یه آروم قشنگ میذاریم همش دیده بشه. بسیار زیبا، خیلی هم قشنگ. خیلی وقت بود که بازی گیری نیاوردن روی این دستگاه. احتمالاً همه اسپینامون بیگ وین خواهد بود. بتمون هم راستی 2.25. بتمون 2.25. $52 هیت اولی بود دیگه. قشنگ میذاریم همشو بره. کازینو رو سرم گذاشتم، دستش درد نکنه.
دلیل این که من فقط 50 تا آها ضریب دار میشه خوب میشه. ایول اینم خوبه. 68 دلار همینه. درود به شرفش. فکر کنم طبق اوریج این باید تقریبا بین 200 تا 300 برابر بده. یعنی هندپی خواهد شد دیگه، بالای 500 دلار میشه این. به خرج نکرد. ایول داشتم میگفتم یه اون آبیا که جمع میشن، یه سری 23 تا جمع شد آبی. 23 تا، یه سری 21 جمع شد. یعنی انقدر لاینیت ها اینجوری قدر گرفتم که همش منو برگردون. به ضریب دار قشنگه. ضریب دار اینم 52 دلار. مرسی پسر. رگال ریچز هم پسر فکر کنم. اگه کمتر اینجاها خرج بکنی قشنگتر میشه. بسته دیگه پس پر کن. آها ضریب پر کن. آها ضریب خوبه. این خوب شد، خوب پر کرد. 81 دلار. هیوج بین. من فقط هیوج بین میخوام. آفرین. تا اینجا شد 258. 63 تا دیگه هم داریم. 4 تا اسپین. اینجا میشه کم خرج کنی؟ نمیشه. ولی خب خوب این ور گذاشته پر کرده. دستش درد نکنه. اینم خوبه. 66 دلار هم اینه. دستش درد نکنه. همه بیگ وین فکر کنم دیگه با 125 تا وایت دیگه همه اسپینا بیگ وین. آها یه دونه که 4 تا فقط خرج کرد اون بیگ وین نبود که خب طبیعیه. چقدر ضریب بسته دیگه. این فکر کنم نمیشه. شد 34 دلار. این کم بود. 35 تا داریم با 3 تا اسپین. خیلی مهمه دیگه. بسته دیگه، خرج نکن. بسته. خب خوبه. 28 تا 2 اسپین. یا اول فصل. اگه فقط 8 تا اینجا خرج کنه 20 تا اسپین آخر خیلی عالی میشه. تا اینجا 367. بسته دیگه. 20 تا. بسته. 16 تا اسپین آخر داریم. این بیگین نشد دیگه. 120 تا بشه که هندپی بشه دیگه. 120 تا بشه هندپی بشه. فکر نکنم 120 تا بشه. این همون 200 برابر فکر کنم میشه اگه خوب. نه دیگه چلغوز داد. 71. آره هندپی نشد ولی 450. مرسی. عالی مرسی. بیا بالا. یا قمر بنی هاشم. عزیزان ببینید چی پیدا کردم. مجموع 41 روبت 15 دلاری گرگا. یا زهرا عزیزان. 1000 دلارم تقریبا تو ماشین دارم. تیکتم با 300 شروع شده. خودم با بازی دیگه تا 1000 آوردمش بالا. بذارین چند تا اسپینم بزنم. 15 دلاری داریم میزنم. دعا کنین عزیزان. بونوس گرفتم برمیگردم. عزیزان در حالی که فقط تقریبا 400 دلار خرج کردم گردونه رو گرفتم. مینی هم به من بده. من خوشحالم که آزاد میشم. یا ابوالفضل بهترش گرفتم. ماینر گرفتم عزیزان. بسیار زیبا. یادمه چند تا داریم. 20 تا میشه 14 تا. نه 14 تا تقریبا 70 برابر میشه. 70 تا 15 دلار میشه تقریبا 1000 دلار. خدا رو شکر. سود خالص بعد اینم که 100% ول میکنم. وای نفسم داشت بند میامد عزیزان. ولی هندپی خوب یعنی میگم هندپی لاین هیت خوب گرفتم. منو نگه داشت نبرد خیلی پایین با همون 1000 تا اول. وای درود به شرفشون. ولی فعلا که 400 دلار تا چقدر اینم 265 تا اینجا 600 دلار شده. 1000 رو انجام بدین دیگه عزیزان. پیسوزه 3 تا اسپین دیگه داریم. پیسوزه وای آخرین اسپین 700 تا زیر اوریج بود ولی به هر حال سوده دیگه. 800 تا شد. اشکال نداره. خیلی هم زیر اوریج نبود. خدا رو شکر حل و فصل شد خیلی سریع. بعد اینم که فکر کنم باید ول کنم. نمیدونم ولی فکر کنم ولش کنم. آره خدا رو شکر بسته. همینقدر به من استرس وارد شد بسته. تو Thank you very much. عزیزان من بعد از اون هندپی که گرفتم راستش ریسک کردم. خیلی ریسک کردم و ادامه دادم.
تا 1700 رفتم بالا و دوباره بونوس مینی رو زدم تو گوشش عزیزان که این طبق اوریج اینم باید 70 برابر به، یعنی $1000 دیگه هم ازش در میاد. این تیکت با 1000 شروع شده، با تقریبا 2700 از پای این دستگاه من بلند میشم انشالله اگه همه چی طبق اوریج پیش بره. وای عزیزان یعنی نفسم داشت تو سینه حبس میشد دیگه. گفتم اوه $287 اینه، خدا رو شکر، خدا رو شکر. وای هرچی هست به هر حال این سود میشه. از اولم هم جلوترم، یه بار ماینر رو یه بار دیگه هم که رو 5 بود دوباره زدم، اونم اینجا $500 هندپی، اونم $660 داد، اونم یه هندپی دیگه شد. اصلا خیلی قشنگ شد. ای کاش همش کلا فیلم برداری میکردم، ولی خب دیگه نشد دیگه. این الان 527 این کم شده، الان خیلی کم شده. پایین تر در وجه 4 تا اسپین دیگه ولی هنوز داریم. چه عجب. مینیمم 300 دیگه، مینیمم 300 پیش روزه. 350 اوکی، 1000 زدیم دیگه. بسیار زیبا. 920 اینم بسیار زیبا. $1005. درود به شرفش. اینم مایکل عزیز ما. واقعا مشت صورت قشنگ شما پاپیا، دستتو درد نکنه. گرگا دیگه اینجا رو جارو کردیم واقعا دیگه. خداحافظی میکنیم، هندپی بعدی هم در راهه. Thank you so much. یا قمر بنی هاشم عزیزان، در کانادا هستم. روبت $50 بونوس گرفتم با فرانکی. دستم می‌لرزه عزیزان. تیکتم با 1300 شروع شده. اگه این بونوس خیلی خوب باشه ول میکنم. $1000 خرج این بونوس شده. یا زهرا عزیزان، یا زهرا، فرانکی نجاتم بده. نه خب 3 کله خوبه. 1500، یه 1500 اون بالا داری، اونو بزن. نه تا اینجا که افتضاح بود. 450 تا اینجا افتضاح بود. اضافه وای فرانکی، نفسم بند اومده. نکن این کارو، بده کله ها رو دیگه. 3 کله نه کمه، 1 کله کمه. حداقل 1500 بده. وای افتضاح. آخرین اسمی. یا قمر بنی هاشم تمومش کن. بیشتر یه ردیف دیگه. 1500 بده میرم ول میکنم. 400 کمه، نه 300. 80 700 هندپی شد فکر کنم. آره هندپی شد 1470. حالا بعدش تصمیم میگیرم چیکار کنم. به نسبت بتمون خیلی چیز نیست، 30 برابر بته. حالا ببینم چی میشه عزیزان. هندپی اومده پول آوردن گذاشتن کف دستم، اونم براتون فیلم برداری میکنم. هندپی نیست، دستگاه قفل نشد. چه عجیب. سال 2026 شاید سقف هندپی بردن بالا تو این کازینو، شاید کردن $2000 نمیدونم. خدا رو شکر. به هر حال یا قمر بنی هاشم یک بار دیگه در کانادا هستم عزیزان. روبت 12 بونوس گرفتم، با $1000 این تیکت رو شروع کردم. خیلی خرجش شده تا این بونوس رو بگیرم. امیدوارم حداقل بتونم پولمو پس بگیرم. ضریبارم که خودتون میبینید چقدر زیباست. یه ناموس زهرا به من بده فرانکی. فکر کنم همین باشه. یه آتیش در میاد. نه دینامینیشن 2 هم هستیم عزیزان. نه یه قدر بالاتر. $280. اوکی بد نیست فعلا. بد نیست، شروع خوبیه. باید بیشتر ادامه پیدا کنه. فرانکی سرویس کردی منو. آها بیشتر کله جذب میکنه. آها یه 3 کله یا اول فصل 5 تا خوبه. اینم $200 رو بذاری به 2. نه این بی‌ناموسی. نه این دوتا که هدر روید چی. نه $200 دیگه. البته تا اینجا حالا فعلا بدک نیست. آها یا اول فصل بده. 3 کله رو بده. نه خیلی زور داره. بری تا اینجا شده $500. آخرین اسپین. تا اینجا فقط پولمو پس گرفتم تقریبا. حالا به ادامه این به گرفتن این ضریبای خوشگل ادامه میدم عزیزان. امیدوارم یه بونوس دیگه هم بتونم بگیرم بعدش. عزیزان باورم نمیشه روی همون دستگاه دوباره بونوس گرفتم. تا 600 اومدم پایین ولی دوباره بونوس گرفتم. امیدوارم این اون بونوس قدره باشه، یه 100 برابری $1000 به ما بده حداقل.
وای نفسم داشت برم میامد از ضریبا هم همون جوری دست نخورده مونده، یه دابلیت سلای بی چیزی. خب سه کله ها، فری سه کله. نه 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 دقیقه یه آتیش بده فری بیناموس. چه عجب یه $200 زدیم، یه دونه در واقع مینیو زدیم. خوب بودیم، خوب بود. بازم میخوام. نه خب سه کله بده خیالم راحت کن. نه نه وا افتضاح بود. اینم $300 بیشتر نشد. با توجه به بد چیزی نیست، تقریبا 25 برابر، حتی 30 برابر هم نشد. فعلا نمیتونم بگم خاک، چون فعلا سر جا اول من با 1000 شروع کردم تقریبا، ببینم چی میشه. عزیزان باور کردنی نیست که سومین بونوس بک تو بک هم گرفتم، ولی خیلی اومدم پایین، تا 100 اومدم پایین دیگه. امیدوارم این بونوس با این ضریبام یه ذره رفتم بالا دیگه. امیدوارم این کارو تموم کنه. فری آمپولا رو بیا بزنیم دیگه. آمپول بخوایم بزنیم $600 یا اول فصل همینه. سه کله رو بده فری. کمه یه کله کمه. اینو نمود، انقدر اینو داد، این $60 رو نمود. اینم که $80 140. این که هیچی تقریبا. سه کله بیشتر سه کله. آها بیشتر. یه آتیش حداقل بده دیگه. این که هیچ $20. اینم $50. این $150. اینم $80. این $300 شد. بد نبود باز. بعد نبود. دکترا رو میخوایم فری، دکترا رو بیار دیگه. بیا این آمپوله رو بهت بزنیم راحت شی. 6 تا اسپین دیگه داریم. سه کله پکیج فری، پکیج سه کله. آها خب 5 تا هم خوبه. بابا اون 200 بالا رو بده. نمودی اینو نمودی. نه خب یه 200 گرفتیم به هر حال. $384 خدا رو شکر. این بونوس تا اینجا از همین بونوس همون بهتر بوده، خدا رو شکر. 300 تا اینجا $800 شد. آره 850. آها یه سه کله پکیج. نه هنوز دو کله هم خوبه، از هیچی بهتره. نه $100 دیگه میشد. الان سال 2026 فکر کنم هند پی ها رو بردم بالا، از تا 2000 بردم بالا، تموم شد. هند پی البته نشد. $950. وای خدا رو شکر دقیقاً برگشتم سر جا اولم. وای خدا رو شکر داشتم ذره ترک میشدم. عزیزان بذارین چند تا اسپین بزنم، شاید اینو گرفتیم تموم شد. این تیکت با 1000 شروع شده. ببینم. وای نفسم من اومد. عزیزان واقعا رکورد شکنه، باورم نمیشه. 4مین بونوس گرفتم. فکر ببینید خودتون، ببینید چقدر پولم کم شده. فرانکی 4 تا بونوس بک تو بک بهم دادید، دست در نکن. یه تیم پزشکی هم بیار تموم کنیم کارو. ببینید فکر کنم 7-8 تا اسپین زدم. یا قمر بنی هاشم آتیشو بده دیگه، آتیشو بده. $200. با نفسم من اومد عزیزان، نفسم من. یه تریپل ایتسلایف داری به ما بدی یعنی الان روی این بت. چه لاین هیت خوبی بود. $100 لاین هیت بود. آها پکیج یا اول یه پکیج هم ته. یا قمر بنی هاشم این دیگه هند پی دیگه. هند پی $2000 یعنی میشه من بگیرم. بده آتیشو، آتیش بده. نه کمه. دکترها یعنی میان. 440 نه نرسید به حد پزشکان. یا اول پس $600 میشه. تیم پزشکی میشه $600. یا قمر بنی هاشم 4مین بونوس اضافه. آخ $700 اینم بده. آخری یا اول فصل $750 دیگه. این ضریباری که من نمیتونم ول کنم عزیزان، باید برم. بذارین چند تا اسپین دیگه بزنم، شاید همین الان کالا قضیه رو کردیم. تا اینجا چقدر بریم جلو هم؟ تا اینجا $700 جلو هم. یعنی بونوس 5م دیگه واقعا تمومش کن فری، تمومش کن. سود خالص بلند شم
فری تمومش کن. ای خدا نمیشه انگار، نمیشه. میدونی چند وقت نگرفتم این سلاحی با کله، نمیشه دیگه. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل یعنی میشه. وای خدا، باز ظریف جاشه. ظریف تا کجا میخواد بره بالا؟ اوه مینیموم شد 30 760. فری تمومش کن، تمومش کن بریم دیگه. بسه، مرسی، خدا رو شکر، خدا رو شکر. هرچی از سود خالصه دیگه. یه کله میتونه آتیش باشه؟ نه ولی خوب بود دیگه. $180 دستش در نکنه، تقریبا $700 سود خالص شد. خدا رو شکر. آقا قمر بنی هاشم عزیزان، این همون تیکت هم امشب. خیلی من خوش شانسی دارم، توی کازینوی هارد راک هستم توی ونکوور و مگا رو زدم به مینیموم بت. همینجور اومدم الکی داشتم برای خودم بازی میکردم، یه مجموعه ضرایب خوب داشتیم، گفتم مگا هم دیگه بعد مدت ها 96 تا بود، گفتم بگیرم برای شما عزیزان. خیلی قشنگ شده. این تیکت با 1000 شروع شده دیگه. با فرانکی ها دیدیم چه قوقایی کرد فرانکی. دراگون هم حالا اینجا داره قوقا میکنه. حالا فرانک البته خبری نیست، بذاریم ببینم چون چه حال عددا من بعد این خودتون خواهید دید که باید دنبال کنم. بذارید. او یا ابوالفضل، یا ابوالفضل یوجبینه $52. درود به شرفت. ببینم این 300 برابر میتونی دراگون به من بدی؟ یه $270 چیزی دیگه تونتون میذارم دیگه. بیشتر اسپینا دده، مخصوصا که این ور میاد سمت راست میاد دیگه دده معلومه. حالا باز اون ور بره یه چیزی. کانکت کن دراگون بیناموس. وای عجب شبی شده امشب اینجا توی هارد راک، محله کوکیتلام ونکوور. بسیار زیبا، بسیار زیبا. سال 2026 رو قدرتمندانه شروع میکنیم. اول بزنیم تون بزنیم دیگه. خیلی اسپینه هنوز، خیلی مونده. آره که تعداد اسپینا هم باید تازه 22. اوه خیلی باید بری جلو. تون بزنیم دیگه. مینیموم بت هم هست. دراگ یه چیزی بده دیگه. آخ ای میبینیم بیناموسی ها رو فقط خودتون نگاه کنید. بیناموس. این خوبه دیگه، این خوبه این خوبه. $49 دیگه. اینم یوجبینه، دستش درد نکنه. 150 دستش درد نکنه. نصف راه رفتیم. اینم خیلی خوبه که $55 همه یوج. درود. خیلی زیبا. $200 شد تا اینجا. بسیار عالی، دست درد نکنه. احتمالاً بقیه اسپینا دیگه دده. آخ ستای اول هم اگه عددش بزرگ باشه میتونه بیگ وین بشه. یه نظر عرب‌تر. احتمالاً دیگه بقیه ددن دیگه. 300 برابر میشه $270. 300 برابر فکر کنم بزنیم. آره 300 برابر قطعا. یا ابوالفضل اینم که خوبه. بیگ وین $45. اینم هیوجه. فقط امشب هیوج میده دراگون. دستش درد نکنه. $300 شد. اگه بخواد 500 برابر بشه 5 نقطه $450. 500 برابر ببینم میتونیم بگیریم یا نه. میتونیم. ما خیلی هنوز اسپی مونده، نصف راه رفتیم. فقط هم امشب هیوج میده دراگ. آخ خب 400 برابر میشه 360. 400 برابر میزنیم. اینم خوبه. $13 دیگه اینه. آره 400 برابر میزنیم. 96 تا اسپین آخه سگ بخیرده. دراگ یه دونه هیوج دیگه هم بده. خب دیگه 360 و 400 برابر زدیم. خیلی 26 تا اسپین هنوز داریم. یه 100x دیگه هم بزنیم.
یه هیوج بگیریم تمام صفحه حله. آخ این میتونست همون باشه که منتظرشیم. اینم بد نیست. اینم 15 $. یه دونه دیگه، یه دونه دراگون، یه دونه دیگه. آخ نشد. 89. $400 دیگه روندش کن دیگه. 400 رو بزنیم دیگه. 3 تا مونده. گرفتیم تمام سفر گرفتیم. $30. این یه چیز بیگه، اشکال نداره. 400 رو زدیم. 5 8 تقریبا 500 برابر شد دیگه. آره 88 سنتی با حساب بکنیم 500 برابر شد. این هم آخرین اسم. درود به شرف دراگون. خیلی عالی بود. با 88 سنت داخل $417 زدیم. این تیکت من ببینید تا 2000 خورده ای رفت بالا. 2200. این عددهای قشنگی هم هست که باید دنبال کنم. خدا رو شکر. یا قمر بنی هاشم. عزیزان روبت 4 و 8 تمپفاز ببینید چی پیدا کردم. عجب فایندی. هم دو ردیف اول گردونه داریم که کوینای خوبی هم هست، هم یه 200 برابر اینجاست. من اینو عزیزان به بازی ادامه میدم. تیکتم با 1000 شروع کردم، یه 160 بازیگوشی کردم ساختم، با اولین بلوز برمیگردم. یا زهرا عزیزان خوشحالی من خیلی زود تقریبا نزدیک به کثافت رسید، چون این همه ببینید رفتم پایین. تازه اولین بونوس رو گرفتم. خیلی بده و ما ردیف این دوم بونوس چهارم سکه میخوایم. این بدبخت صداش هم ضعیفه. ریسپین نه ردیف این ستون چهارم خیلی مهمه. هم گردونه توش، خب ریسپین خوبه 5 تا اضافه گرفتیم. هم گردونه توش داریم، همون سکه خوشگله اونجاست. ها خوبه. بیار پایین دیگه. این بیناموس چهارمی رو بیار پایین. بقیه اصلا مهم نیست واقعا. ها اگه تو همین بونوس اول بتونیم جمعش کنیم با سود بلند میشیم، وگرنه خیلی خطریه داستان. فقط اسپین دد گرفتم. خوبه. یه دونه گردونه گرفتیم. فقط یه بیگ وین گرفتم $140. همین لاینیت گوریل همین. بقیه اسپینا دد هیچی نداشتیم. این ردیف چهارمی رو بده دیگه بیناموس. چهارمی رو بده. خوبه. چند تا اسپین دیگه داریم؟ 10 تا دیگه اسپین داریم. 10 تا شانس واسه 3 تا سکه. حداقل بیارش پایین. باز پایین هم بیاد، لبه هم بیاد، من باز راضیم. با یه دونه بونوس دیگه جمعش میکنیم. البته باز اونم گارانتی نیست، اونم تضمینی نیست. بده دیگه، بده. صدام خروسک شد، بده. خب یه دونه دیگه. وای عزیزان 2 اسپین. یه دونه دیگه. تمومش کن. نفس حبس. 2 فرصت دیگه. آخرین فرصت. گرفتیم. فکر نمی کردم بگیریم. گرفتیم. خیلی حال داد. این هم که مینیه طبق معمول 120 رو می‌بینید. هندپی شد دیگه. تو این کازینو اینجا $500 هندپی. البته سال 2026 نمیدونم، شاید سقف هندپی آورده باشم بالا، ولی به هر حال این فکر کنم الان هندپیه. بذارید ببینید چقدر زیبا. آخرین اسپین زدم تو گوشش، اصلا لامصب بدجور چسبید. با 1100 شروع کردیم. 1500 یه $400 سود شد تقریبا. دستش درد نکنه. ببینم هندپیش. آره هندپی. پول بذارن کف دستم برمیگردم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 20 35 Thank you so much. عزیزان ببینید چی دارم براتون. با 1500 شروع کردم. تقریبا مگا رو، این همون استکاپیز ورژن جدیدشه. مگا رو از 318 دنبال کردم، 343 هیت کردم. تقریبا $150 فقط خرجش شده. این انقدر شیرین بود گفتم این حتما باید براتون فیلم برداری کنم. این همون استکاپیز اون دلقک آقا شیره است. این آقا شیره دلقک بهترین سیمبل این فیلا هم اون تبلا هم. ما آقا شیره میخوایم تمام صفحه. این بیگ وینه با انگشتر. این چقدره؟ با بت 4.5 $180. اوکی فعلا خوبه مرسی، ولی من آقا شیره رو میخوام. آقا شیره. It's gonna be hand pay. Yeah? 100%. نه این خوب نبود به اندازه کافی. این تو این کازینو $500 هند پی. آقا شیره. شطور هم بد نیست. فکر کنم 100 تا 100 شطور داریم.
اوه نه انگشتر. $111 فعلا من خوشحال نیستم. اون لاین هیت قشنگره نگیر. این چیه شطوره؟ این چیه؟ نو؟ ریلی؟ 140 اوکی. آقا شیر ناموس. اوه اوکی نو پرابلم. دو تا دیگه داریم. آقا شیره نشد. بی خود نبود زود داد. به خاطر این بود. بی ناموس بود. ولی اشکال نداره سوده دیگه. حالا 150 برابر خیلی مگای بدی بود ولی چون زود داد من $500 روی سود کردم. دستش درد نکنه دیگه اینا رو هم ول میکنم. 1, 2, 3, 4, 5, 655. Thank you so much. ناموس زهرا عزیزا ببینید چی براتون دارم. 200 تا دایموند الماس دارم. هیجان زده شدم اینقدر. از 197 دنبال کردم ولی تون خدا رو شکر در عرض کمتر از 1 ساعت هر 3 تا الماس گرفتم. با $1000 شروع کردم. الان در واقع $220 خرجش شده. همه کرکس‌ها هم اینجا تو این کازینوی ونکوور اومدن منتظر بودن که من اینو ول کنم خسته بشم ولی نکردم. ان شاءالله به نام ناموس زهرا گرند $28000 رو بزنم. یا زهرا وای خدای اون میجر $700 هم بزنم بابت 1.6 خیلی خوب میشه. دستش درد نکنه. اگه بشه سبز جم سبز و قرمز میخوایم. آها خب ماینر که 51 که خب قطر میزنیم اونی چی 2 تا رفت به سمت گرند. سبز هنوز نداریم. سبز رو بده ببینم چه میکنیم. سبز رو بده ببینم چه میکنیم. اوه یه 40 یه بار دیگه اینو بزن. یه بار دیگه اینو بزن میشه 80. این میناموس رو بزن از ماینر بیشتر میشه. بزن اینو بزن. به دست تگ اینو بزن. اینو بزن. این بر آخ نمیخواد بزنه فکر کنم. نمیخواد بزنه. خدا آخه 40 خیلی زده. اگه یه بار دیگه بزنه 80 نه دیگه. همون 40ش هم خیلی خوبه. دستش درد نکنه. خدا رو شکر. این کازینوی هارد راک ونکوور خیلی جدیدن داره به من وینای خیلی خوبی میده. دستش درد نکنه واقعا. فکر نمی‌کردم انقدر سریع بگیرم. هر سه تا رو گرفتم. یه دونه دیگه هم اگه یه دونه قرمز دیگه بگید نه مونده هنوز. کرکس‌ها همینجوری این کرکس‌های چینی دارن دور و بر من میگردن مثل یه مش لاشخور به معنی واقعی کلمه. می‌خواستم من خسته شم اینو ول کنم ولی نکردم. درود به شرفش. $45 هم اینه. هنوز 142 تا وایل مونده دیگه. این سبزه رو نمیده. خوبه اینو حفظ کرد. سبزه رو بده دیگه. $700 دیگه میجر رو بزنیم دیگه واقعا. باز دوباره خب ماینر گرفتیم ولی میجر اوکی. یه دونه ذخیره این کمه. من میجر رو میخوام. تو یه دونه اسپین میتونه هر سه تا سبز رو بده تموم کنه کارو یا هر تا قرمز رو بده تموم کنه. اگه اینجوری بشه من جاوید شاه اینجا داد میزنم و میگم جاوید شاه. یعنی الان مردم ایران تو خیابون هستن و من هم کاری که اینجا میتونم بکنم اینجا هم به اینا میگم جاوید شاه مردم ایران حمایت کنیم. ما شاه دوستیم میهم پرستیم. بده به ما تموم کن. یه دونه قرمز دیگه بگیرم $28000. یه دونه جم قرمز دیگه $28000 عزیزم. $29000 در واقع. اینجا تکس مکس هم تو کانادا در کار نیست دیگه. تمام این $28000 میره تو جیبم. یعنی میشه واقعا 105 تا فرصت دارم. 105 تا فرصت برای یه دونه قرمز اینجا پر بشه. دستام میلرزه عزیزا. سبز داد اوکی. سبزم 2 تا دیگه سبز میخوایم. 3 تا اسپین داریم و 100 تا فرصت. 3 تا اسپین 100 تا فرصت. سبز رو حداقل بده. تا اینجا چقدر شده؟ 320 تا اینجا 200 برابر شده. سبز رو حداقل بده. سفر رو پر وایل کن. حداقل تکراری نذار. سفر رو پر وایل کن. لاین خوب در میاد اینجوری. سفر رو پر وایل نمی‌کنه. هی روی یه دونه یه جایی که کوچیکی میزنه روشون. سفر رو حداقل پر کن که لاین هیتای قدر بگیریم. آها این باز بهتره. این اسپین بهتره. آها سمت چپ هم همه رو پر کرد تقریبا.
لاین کامل 5 تایی کن، لاین کامل 5 تا وایلد بشه. الماس دیگه چرا نمیدی؟ الماس بده. 53 تا وایلد داریم واسه اسپین آخر. این 44 دلار بود تا اینجا شده 400 دلار. اسپین آخر همیشه از همه بهتره عزیزان. خدایا یعنی میشه الماس کنیم. سبزم انگار قرار نیست بگیریم، سبزم انگار قرار نیست بگیریم. هیچ خبری نیست. گرند نزدیکتره، یه دونه مونده فقط. حداقل دیگه تمام صفحه وایلد بشه. تکراری نزن. آها، عدد گنده هم که در کار نیست، الماس هم که در کار نیست. حداقل سمت چپ رو پر کن. عدد کوچیک همه. نه، سفر رو پر کن. سفر رو پر کن. نه نشد. سیمبل خوبم تقریبا 98 دلار هم این بود. وای خدا رو شکر هیجان خوبی داشت، ولی حیف که نشد دیگه. 500 دلار هیت کردم، 220 دلار خرجش شده بود، حدود 280 دلار از توش در اومد. جاوید شاه، ولی من میگم من کاری ندارم. جاوید شاه به امید پیروزی مردم ایران، آزادی مردم ایران. دستش در نکنه، دستش در نکنه. خدا رو شکر. بیا بالا. تقریبا 400 بیشتر از تقریبا 300 برابر شد، 350 برابر. اینا هم که دیگه عددا رو ول می‌کنی. خدا رو شکر. قمر بنی هاشم عزیزان، نمیدونم چرا این کازینوی هارد راک ونکوور اینقدر من مهربونه. اولین اسپین با ضریب 4 بونوس گرفتم. 178 دلار تا حالا هیت کردم. به نام 11 رو بریم ببینیم چی میشه. اولین اسپین یعنی 10 دلار خرجش شده. یا قمر بنی هاشم، برو بالا ببینیم چه میکنی پسر. برو بالا ببینیم چه میکنی. واید میخوام بیشتر یه واید اینجا بده. این در این بیناموس رو ببندیم. خب یعنی با 200 تای بونوس رو شروع کردیم. هندپی از توش در میریان. البته فکر کنم امسال که 2026 هندپی ها رو هم بردن بالا 2000 دلار کردن، نمیدونم، ولی با این دستگاه میشه گرفت. من 200 برابر بیشترم گرفتم تو بونوس. برم ببینم چی میشه. آخی چی اون در این کاسه رو ببنده من خیلی خوشحال میکنه. نشد اینجا. اگه وایلد بگیریم، دریب دوم اگه وایلد بگیریم خیلی خوب میشه. هیچی بازم ریلی. آها خب یه 120 دلارونه. هیچی به 1000 برسون من خوشحال میشم. 100 برابرم باشه من خیلی خوشحالم. تا اینجا 400 دلار شده. وایلد یا اسپین اضافه، وایلد یا اسپین اضافه. وایلد اینجا هم بگیریم میتونیم در اونو ببندیم. بده دیگه، بده. خوشحالم کن. خوشحال که هستم، خوشحالترم کن. خوشحال. نه کمه. یه وایلد هم بده. وایلد 500 دلار این ریلی؟ آره نه 50 دلار. ببخشید هول کردم با دینامیشن 10 سنت. وایلد آخ اسپین اضافه خوبه. اسپین اضافه خوبه. یه 50 دلار اینجا داریم. وایلد اینجا همینجا میشه وایلد گرفت. همینجا با یه 50-40 دلار دیگه 100 خورده ای هم اینه. وای یه تبلیغ با وایلد عالیه. این اسپین حروم شد. آخری قوی تموم کن. حداقل یه عدد گنده حداقل که بنداز. یه جکپاتی بنداز ضریب. مینی هم بندازی میشه 400 دلار. یه وایلد گرفتیم. در بسته شد. نه نشد. 10 دلار دیگه. اشکال نداره. بار اولین اسپین 600 دلار تقریبا هیت کردم. خدا رو شکر. بار خدا رو شکر. 10 دلار خرج کردم. 576 دلار سود خالص. دستش درد نکنه. برم ببینم دیگه اینجا بدونم میتونم چیزی پیدا کنم یا نه. یا قمر بنی هاشم عزیزان، این ویدیوی طوفانی که داشتیم، طوفانی شروع شد، وسط طوفانی، آخرم طوفانی. میخوام تموم کنم. رو بت 12 دلار یه مانیبال، یه دونه بونوس گرفتم.
14 مانیوال داشتم دنبال کردم، احتمال داره بعد این بونوس اگه خیلی خوب باشه ولش کنم بره به نام 11 را بریم ببینیم چی میشه. توی کانادا بهت $12 هم میشه زد. وای تا اینجا که افتضاح بوده. $54 تا اینجا. وای 2 اسپین دیگه داریم. این چه وضعیه؟ وای طوفانی نشد، اصلا طوفانی نشد. $83 بیشتر نشد. میتونم بگم خاک، مجبورم این 14 تا رو دنبال کنم. شاید یه بونوس دیگه یا شاید جکپات بونوس گرفتم. اگه گرفتم برمیگردم، اگه نه که خداحافظ عزیزان. یا قمر بنی هاشم عزیزان، یه مگا بونوس براتون دارم با پلنگا. برای اولین بار فکر کنم توی این چنل با این پلنگا براتون میذارم. همینجوری داشتم یه عددهای خوبی رو تعقیب میکردم. با چند شروع کردم؟ خدای با 1700 شروع کردم اینو. یا زهرا عزیزان، بالاخره من اینم براتون به نمایش در حول اولین اسپی هیوجه. بعد دینامیشن 5 سنتی $101 اولین اسپی. یا قمر بنی هاشم بتونم راستی که این 1200 برابر میشه $2400 خواهد داد. 4 وایده با پلنگا. میدونین یعنی چی عزیزان؟ وای فکر نمی‌کردم واقعا مگا رو بزنم که زدم. این چقدره؟ این $35. وای خدا رو شکر، خدا رو شکر. صداش هم ماشاءالله زیاده. ستا رو اگه وسط بده یا این بر اینم خیلی خوبه. $120 یه هیوج وین دیگه. 4 وایلده رو پلنگا. میدونی یعنی چی؟ ستا رو این ور بده یا وسط بده، ستا رو این ور بده یا وسط. نه نره‌ای هم زدن نه هیچی، همینجوری یه دفعه داشتم تون میزدم، یه دفعه مگا رو داد. وای خدای شکر، خدای شکر. بده دیگه، ستا رو این ور بده یا حتی ستا وسط، عالی میشه. توی این پلنگا خیلی خوب میشه. ها تازه اسپین 26یم. اینم تقریبا 5 سنتی سخت. $50. آره $50 تقریبا. تا اینجا $400. خیلی راه داریم هنوز، خیلی راه داریم هنوز. ببین یه دونه وایلد اضافه هم خیلی خوب. منتها چلغوز بودن همشون. 4 وایلده بالاخره میدی یا نه؟ 4 وایلده. اسپین اضافه خب خوبه. لاین هیت بدی هم نیست. بیگوین هم هست فکر میکنم. بیگوینه بله. او $61 خیلی هم خوب. وای به به. $52 دیگه. به به. 3 تا وایلد من سمت چپ یا وسط میخوام. یه بار حداقل یه بار بده با یک از این پلنگا گربه ها، ببینیم چی میشه آخه. خب اینم بد نیست، اینم بد نیست. $35. خب این خیلی خوبه. این هیوجه. آره $104. مرسی پسرا، مرسی پسرا، دستتون درد نکنه. به به. هیوجی میبینید فقط اینا لاین میشه با دابل، با پلنگای دابل. اصلا خیلی بالاخره همینو میخواستم. $100 هیته. $100 هیته با بت 2 هیوجی. دستشون درد نکنه. تا اینجا شده تقریبا $1000. نصف راه هم تقریبا رفتیم. اینم باید خوب باشه. 136 تقسیم بر 2 $75 تقریبا. $70. 4 وایلده میشه. امکانش هست عزیزان. 4 وایلده 3.5 همه رو میره این ور، همه رو میره سمت راست. خب اسپین اضافه خوبه، اسپین اضافه خوبه. تا اینجا $1000 شده.
عزیزان 3 تا رو بدید سمت چپ. ما فقط در این شرایط استثنایی به چپ علاقه داریم، همین، وگرنه مرگ بر هر چی چپول کمونیست و مارکسیست بی‌ناموس. در این یه بار سر این بازی بده به چپ لطفاً. خیلی دد اسپین زیاد داریم ولی این عزیزان با یه اسپین کار تموم خواهند کرد. اینم $35 عزیزان. آها $60 دیگه. 4 وایلده، 4 تا وایلد. اینم بد نیست. اینم تقریبا $80 هیته. خوبه. 1400 $1000 دیگه باید بسازیم. اینم یوجه، اینم تقریبا $90 هیت بود. با این سیمبولایی که دابل میان خیلی یه دفعه پی‌اوت پرداخت رو میبرم بالا. تا اینجا 1500، تا اینجا کمه. اسپینامون داره تموم میشه عزیزان. 4 وایلده نمیخوایم بدیم به ما بالاخره. اینم خوبه. حیف که لاین نمیشه تا آخر. $50 بود. خب اسپین اضافه خوبه. یه لاین هم اونجا با سرباز داره، با جک داریم. 30 تا اسپین دیگه داریم. اوریج 1200 برابر دیگه. 2400 باید به ما بدین عزیزان. خوبه اسپین اضافه خوبه. بالاخره من خیلی خوشحالم که مگای پلنگورم براتون بالاخره یه بار گرفتم. دد اسپین خیلی اوکی. 110 چه هیوج وین. خیلی خوب. چقدر هیوج وین گرفتیم. آها یا ابوالفضل 450 تقسیم بر 2 $225 هیچ عزیزان. $225 سئونی بایده. همین رو میخواستم همه بر با این پلنگ. بسیار زیبا. $1900 تا اینجا شد عزیزان. گفتم با یه اسمی کار تموم میکنن. آها اینم خوبه. 175 تقسیم بر 2 $90. 2000 زدیم. آره همون اوریج احتمالا میشه دیگه. 2400 1200 برابر بت میشه. 2050 تا اینجا. اینم $45 دیگه. آها این خوبه. این خیلی خوبه. $85 دیگه. خب از اوریج بیشتر میشیم فکر کنم. آره الان شدیم. یا ابوالفضل $230 دیگه عزیزان. اینم یه دونه داره دیگه. سئونی وایلد است. دستم میلرزه با پلنگا. وای خدا رو شکر. 2400 از اوریج بهتر شد. 7-8 تا اسپین دیگه هم داریم. 2 تا مسیف گرفتیم. خیلی زیبا بود. آخری هم بیگ وین با لاین پلنگی. به بسیار عالی. دستش درد نکنه. خدا رو شکر $2500 هیت کردیم. دستشون درد نکنه پلنگا. بالاخره این مگای عددامونو ببینید چی. حالا من عددارم باید دنبال کنم دیگه. آره عددارم باید دنبال کنم. خدایا شکر. مرسی. Alright, so that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2000, 21, 22, 23, 24, 20, 40, 60, 80, 90, which is 2,495. Thank you. خب عزیزان تقریبا رو همون 1500 خورده بودم که ادامه دادم به کار. اون 2400 خورده گوشتم تو جیبم. انگار با همون 1700 داریم شروع کردیم. اینو میخوایم تمامش کنیم. دورم میجری چیزی به ما بده. این کلغوزو دارید. این ویدیو واقعا طوفانی شده. واقعا یک ویدیو طوفانی به معنی واقعی کلمه. اون قبلی خوب نبود. این ویدیو یه طوفانی کامل. امیدوارم با این طوفان نهایی هم تموم کنیم. یه میجری یه
ماینر قشنگ مشتی بزنیم. حالا فعلا ببینیم این چلقوز چیکار میکنه. به کار ادامه خواهیم داد. یه دونه بیگ وین بدید، یه بیگ وین $14. آخری نه هیچی، تاک $25. هیچ چیز خاصی نبود. این تیکت با 1700 شروع شده. حالا فعلا یه 300 تایی دانی، ولی عددا میبینی که خیلی خوبه. امیدوارم که بتونیم یه البته من اینقدر برم که یا ماینر یا میجر بگیرم که هر وقت گرفتم برمیگردم خدمت شما عزیزان. چند تا بزنیم خبری نیست. نه نیست، برمیگردم. یا زهرا عزیزان 1300 هم و زدم ماینر رو. فکر کنم باید بعدش هم ادامه بدم، نمیدونم. حالا بذاریم فعلا این ببینیم ماینره چطوره، چه کار میکنه با ما. یه مسیو دارین پلنگا، با ماینرتون یه مسیو دارین. این باید 100 برابر بده، طبق قبلی $200 باید بده. تا اینجا که وحشتناک بوده، وحشتناک تا اینجا. اوه 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 اوه، عجب ناجوریه. خدا رو شکر من مگا رو در جیب دارم، وگرنه این افتضاح $17 تا اینجا. خب این $51 بود. بازم بیگ وین میخوایم، وگرنه خیلی با میانگین فاصله داریم. خب بونوس اضافه لاینی هم که نیست اصلا هیچی. تا اینجا شده $100 تقریبا. ولی یه اسپین عزیزان، یه اسپین میتونین تموم کنین ها. اوکی اوکی، $60 هم این بود، $150 شد. آها خب دیگه زدیم اوریج رو، زدیم حداقل. اوکی $44 آره $200 شد. این هم اسپین آخر هیچی. خب بذاریم عددا رو ببینم. عددا مجموعمون فکر کنم 45، ولی یکم خطری. مگارم الان زدیم آخه. ادامه میدم، سگ بخرده ادامه میدم دیگه. مگارم که زدم خیلی ممنون، چون الان از اون اولم 1500 ما رو ادامه میدم، سگ بخرده. بود به ناموس این پلنگا که واقعا طوفانی تموم کردم. میجرم چند تا اسپین بعد زدم، نگاه کن 1500 $40 خرج کردم، اینم زدم. درود به شرفشون. دستگاه جارو شده، با ول میکنیم بره. بسیار زیبا. اولین اسپین $120، بسیار زیبا. خدا رو شکر. فکر کنم تمام ضرر برمیگرده. البته ضرر که چه عرض کنم، همون تیکت اولی که 1700 بود، اون $2500 مگا قلفتی میره تو جیب من. چه سود خالص، بسیار عالی. از اون 4 وایلد خوشگلا که 4 تا این وره میشه بدید عزیزان. آها 380 تقسیم بر 2 چند میشه؟ از مسیر بالاخره یه مسیر گرفتید. نه که درود به شرفتون، درود به شرفتون. راستی اوریج چقدر بود؟ یادم بتون اوریج بگم. بذارین 26 تا 25 تا داشتیم دیگه. 26 تا میشه 260 برابر. 260 ضرب در 2 میشه تقریبا $500 تقریبا رو 500. الان 417 شده. این همه اسپین مونده که. یا زهرا آخه چه میکنن این پلنگا امروز با ما؟ یا قمر بنی هاشم آخه. ها $41 دیگه مینه. مینیموم نهره بود. خب اوریجی که زدیم از اینجا به بعد دیگه بالاتر از میانگینم هست. یه 3 تا سمت چپ، نمیشه. 2 اسپین دیگه داریم آخری. خب آخری هم نهره است و تموم. بسیار زیبا، خیلی هم قشنگ. یه $60 هم این بود دیگه. واقعا ترکوندیم ما رو پلنگا. از اون اولم که بیشتر شد سود کردیم. 2500 تا هم قلفتی اون بره. الان حساب بکنیم چقدر دیگه. الان این جارو شده، اینو ول میکنیم. بسیار زیبا. مگار هم حتی جارو کردم. 3 تای بالا رو جارو کردم. خدایا شکرت. 2046 300 تا اینجا، 2500 هم اونجا، 2800 سود دادم با بت 2. خدا بده برکت. نفسم جا. خب عزیزان این ویدیو توی فانی تموم شد. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار.